این عکس ها بیانگر سیاست 32 35 32 30 ساله حکومت رحمانوف است که اون همه بیناهایی که شما در دوشنبه ساختین، یک بار دوشنبه ببینین خاینای وطن. آب دیدیم، اینه دیدیم. تاجیکستان فقط دوشنبه نیست. شما با ساختن 4 بینای بلند در دوشنبه گمان نکنین که تمام شما نمیدونم امپراتور ساختین. خب درست است که مرکز از پایتخت از 4 بینا ساختین، اما مردمی که در فرخار زندگی میکنن، در کلاب زندگی میکنن، در حصار زندگی میکنن، در ظفرآباد زندگی میکنن، در قبادیان و در سوغد و در باختر زندگی میکنن، آیا اون مردم حق زندگی را مثل شهروند دوشنبه را ندارن؟ این مکتب ببینید، در اینجا فرزند درس میخونه، در اینجا یک نفر طالبه میره و تعلیم میگیره. شما این شرایط یک بار برق میزنین، یک بار میبینین که این ملت، این فرد ایو را ببینین چه خیلی یک کودک در همین باید درس بخونه. کدام سال هستین؟ کدام سال دا ما قرار داریم؟ برای 4 تا متهمی روسیایی خرصفت وکیل با مبلغ 250 میلیون دلار در شما بینای زمانوی میسازین، در حالی که بینای پارلمان نرمال بینا از یک بینایی است که در اونجا هم میتونی زندگی کنی، هم میتونی کار کنی، هم میتونی فعالیت بکنی. با اصول حتی ایتالیایی میگه ساخته شده است. یعنی اصول خیتایی را با اصول ایتالیایی قیاس بکنید. یک بار معماری ایتالیا را ببره، کسی را رفتین از نزدیک دیدین که یعنی که سطح اصولی که معماری ایتالیایی هست چگونه است. حتی چندین بیناهایی که در ایتالیا هست در یونسکو قرار داره، یعنی یک بیناهای خیلی تاریخی و خیلی صفتش درجه عالی است. یک بینای زیبا در مرکز شهر، نمایان، رنگ بارش کردگی و سنگ‌های بزرگ ساخته شده را ترک کردن با مبلغ 250 میلیون دلار برای 4 تا خرصفت بینای بلند ساختن. اما معارف، علم، دانش یکی از رکن‌های اساسی پیشرفت دولت قرار دارد. ساحه معارف از تمام ساحه ها دیده، از تمام ساحه ها دیده بهتر و بالاتر باید بالای این ساحه سرمایه گذاری کرده شود. از این ساحه انجینیر میبرو، از این ساحه پروفسور میبرو، از این ساحه سرلشکر میبرو، از این ساحه گنرال میبرو، از این ساحه محافظگری وطن میبرو، از این ساحه دکتر میبرو، از این ساحه روزنامه‌نگار میبرو، از این ساحه آموزگار میبرو، از این ساحه انجینیر میبرو، تکنولوژ میبرو، نمیدونم آی تی میبرو، دپوتات میبرو. همون دپوتاتی کلاورمی که طول 32 سال خورده خوان، همین از معارف آب میخره. ریشه اساسی هر دانشمند، هر عالم، هر متفکر، هر بزرگی که در این ملت هست، در تمام دنیا هست، از معارف جبهه میگیره. سرچشمه پیشرفتی هر قوم و ملتی که دیدین معارف بود، علم بود، دانش بود. هیچ کشور بدون معارف، بدون علم، بدون دانش او کشور نشد. ژاپن پروست نشد. چشمای تنگشان و قدای پستشون و بینیای کلانشون ژاپن نکرد. شنایدن و میولر رو نمیدونم فلان و بیمدان آلمانی نکرد. معارف آلمان کرد، علم آلمان کرد. بدون علم مرسدس نبرومد، بدون این BMW نبرومد، بدون علم AMG نبرومد، بدون علم آیفون نبرومد، بدون این فورد نبرومد، بدون این شرکت آمازون نشد. علم آمد کمپانی آمازون را تشکیل کرد، دانش آمد آیفون ساخت، نمیدونم فهمیش آمد تسلا را ساخت، فهمیش آمد مرسدس و BMW و آودی ساخت. یعنی از سرچشمه از کجا درآمد میگیره، از کجا راه میبره؟ از معارف، از علم. معارف در کجا پیاده میشه؟ در مکتب. خشتی اول چون دهد معمار کش، تا به آخر میرود دیوار کش. ساحه معارف اگر فرسوده بود، اگر رزان بود، اگر لرزان بود، مطمئن باشیم پای دیواری اون ملت لرزان است. امروز چرا ما میبینیم که وزیرش از یک چوپان کم نیست؟ سطح سخنرانی، سطح دانش. یک بار نظر کنین بابک صبور، وزیر رئیس علاقه، روزنامه‌نگار رو بنی خدا رو سوال میته که
شما در رفتی کارهاتون چیکار میکنین؟ من کدام کتاب میخونین؟ آدینه داخونده مرگ سودخور ماشنی بیزنس بوده است. آی دوم آی تو پای در کجای آدینه بیزنس گفته شده است؟ در کجای غلامان بیزنس گفته شده است؟ در کجای نمیدونم مکتبی کهنه بیزنس گفته شده است؟